بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران برنامه امامان وهابی شیعه. الله را بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما شد تا به همراه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در برنامه دیگر با موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان باشم. در آغاز برنامه از طرف خودم و به نمایندگی از همه شما خوبان و سروران خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان عرض سلام دارم و ادب و احترام و حضورشون رو در استودیو خوش آمد میگم. حضرت مولانا خوش آمدید. سلام خدمت جناب عالی، جناب استاد سلیمانی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما هستم با موضوع دیگر و بررسی بابی دیگر از ابواب کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. خدمت از ماست حضرت مولانا. عزیزانی که از اولین قسمت این برنامه همراه ما بودند و یا در برنامه‌های گذشته ما که بیش از 6 ماه گذشته است، حدوداً از تاریخ آغاز برنامه امامان وهابی شیعه در جریان هستند که موضوع این برنامه همون گونه‌ای که از عنوان برنامه مشخص است، بررسی تفاوت دیدگاه اعتقادی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و اعتقاد اهل سنت و قبل از اون اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت است. در همین راستا نامه‌ای هم نوشته شد، 6 ماه گذشته فرستاده شد به مراجع بزرگوار شیعه آیت الله العظمی جعفر سبحانی و آیت الله العظمی مکارم شیرازی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی و از اونها خواسته شد تا تفاوت دیدگاه اعتقادی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو با امامان بزرگوار اهل بیت برای ما بیان بکنن. اما 6 ماه است که ما همچنان منتظر پاسخ نامه هستیم و چیزی به دست ما نرسیده است. در این برنامه به همراه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان باز هم بررسی خواهیم کرد باب دیگری از ابواب کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو تا خود ما برای شما عزیزان، جمع ما و شما، به پاسخ نفرستاده شده آن نامه 6 ماه گذشته بیشتر واقف بشیم که چرا پاسخ نمیدن و هرگز هم پاسخ نخواهند داد. حضرت مولانا امروز چه بابی رو برای ما بینندگان عزیز انتخاب کردید؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. باب مورد نظر ما امروز باب شماره 1 کتاب التوحید هست. به اضافه مقدمهش قبلا عرض کردیم در برخی از شبها مقدمه رو هم باب اول شماره گذاشتن، اما اون مقدمه هست و باب اولش باب بیان فضل التوحید و ما یکفر من الذنوب. در هفته گذشته عنوان باب و عنوان برنامه هدف خلقت و رسالت انبیاء الهی بود که همان توحید هست. یعنی توحید هدف آفرینش جن و انس و رسالت تمامی انبیایی بوده که الله متعال آنها را مبعوث کرده. نخستین پیامی که میرساندند و پیام مشترک تمام انبیا همین لا اله الا الله و بحث توحید و یکتاپرستی الله متعال بوده. بعد از این مقدمه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه جایگاه بلند توحید را در دین اسلام و آثاری را که توحید دارد و شامل حال یک موحد می شود اینها را بررسی خواهد کرد. وقتی که ما میگوییم که هدف آفرینش به صورت کلی توحید هست، یعنی جمله و کلمه طیبه لا اله الا الله و رسالت مشترک تمامی انبیاء الهی از آدم گرفته تا خاتم فقط و فقط همین جمله بوده، در رأسشون این هست، یعنی عقیده مشترک مهمترینشون اولین بابی که مردم را دعوت میکردن بحث لا اله الا الله بوده. طبیعتاً از خود این باب و از خود این عنوان و از آیه‌ای که قبلا عرض کردیم که هدف آفرینش رو معرفی میکرد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هر انسان مسلمانی به این نتیجه میرسد و این نقطه رو در میابد که در دین اسلام مهمترین حکم و دستور الهی بحث توحید هست. یعنی بقیه احکامی که هستند، حتی نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه انبیا،
حتی بحث ایمان به ملائکه، ایمان به روز قیامت، ایمان به تقدیر و بقیه پایه ها و اصول ایمان و اسلام، تمام اونها در درجه بعدی هست، تابع این هستند. نه نبوت انبیا در این حد هست که هدف آفرینش باشه، نه خود انبیا در این حد هستند که هدف آفرینش باشند. و بحث جانشینی انبیا، خلافت خلفای اربعه ابوبکر، عمر و عثمان که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت جزء پایه های اعتقادی ما نیستند، یعنی جزء اصول ایمان یا جزء اصول اسلام نیستند. حتی در مذهب شیعه که مهمترین امر را قبل از توحید امامت قرار دادند و ولایت ائمه اهل بیت قرار دادند، میبینیم که با این آیات و با این روایات که در کتاب‌های شیعه و اهل سنت اومده تضاد کاملی داره. شیعه ها روایاتی رو جعل کردند که ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فان دخل حصنی امن عذابی، روایاتی از این قبیل هستند. یا روایاتی که میگوید که دین اسلام 5 تا پایه داره و مهمترینشون ولایت هست، ولم یناد بشین کما نودی للولایه، این رو برترین قرار میدهند. اینها تمام ساخته و پرداخته انسانهایی هست که در این زمینه هدفی رو داشتن و دنبال سودجویی بودن. وقتی که به آیات قرآن برمیگردیم، به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که صحیح هستند و مشترک هستند در میان شیعه و سنی و واقعیت رو وقتی ما نگاه میکنیم، مهمترین امر و مهمترین مسئله در دین اسلام بحث توحید و یگانگی الله متعال هست. بدین خاطر شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه بعد از بیان اصل هدف و مقصود خلقت و آفرینش و بیان این که رسالت مشترک تمام انبیاء الهی توحید بوده، در باب بعدی یا در باب اول و در نخستین قدم اومدن فضل توحید را، فضیلت و ارزش توحید را و آثار توحید را برای یک فرد موحد بررسی کردن و تفاوت یک فرد موحد و سرانجام یک فرد موحد با سرانجام و عاقبت یک فرد مشرک رو در اینجا به تصویر کشیدن. پس نظرت من این باب شد باب اول در برخی از چاپ ها و باب دوم در برخی از چاپ ها، چاپ هایی که مقدمه رو به عنوان باب اول ذکر کردن و این باب دوم. البته اگه اجازه بدید من برای برخی از بینندگان عزیز هم این نکته رو یادآوری بکنم که ما گرچه ظاهرا در ابتدای کتاب هستیم، اما در برنامه‌های گذشته به خاطر اهمیت موضوعها و مناسبتشون با تاریخ اجرای برنامه، حضرت مولانا ابواب دیگری رو از این کتاب انتخاب کرده بودن و الان باز دوباره بحث رو از آغاز شروع کردیم در هفته گذشته و امروز ادامه آن مبحث است. بر حضرت مولانا در خدمت هست. عنوان باب هست باب بیان فضل التوحید و ما یکفر من الذنوب. نخستین باب هست، یعنی در این باب در مورد بیان فضیلت توحید، ارزش و جایگاه توحید و ما یکفر من الذنوب و آثاری که توحید دارد در زمینه کفاره شدن گناهان و بخشیده شدن گناهان یک فرد مؤمن و مسلمانی که موحد باشد. یعنی خود توحید هم سبب خود توحید بزرگترین ابزار و بزرگترین سبب هست برای اینکه کفاره گناهان انسان بشود. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه همان گونه که روش ایشون هست در تمامی ابواب، در ابتدای باب قبل از اینکه خودشون حرفی رو بزند آیه از قرآن رو می آورد، استدلال می کند از آیاتی از قرآن کریم و بعد از آن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد نکاتی رو بسیار مختصر و مفیدشون ذکر کردن. و ویژگی این کتاب هم این هست که غیر از آیات قرآن و احادیث رسول الله و استدلال‌های مختصر و کوتاهی که در قالب مسئله اول و مسئله دوم ذکر کرده زیاد گسترده نیست. یعنی این کتاب برای همه قابل فهم و قابل درک و استدلال هست. ایشون اولین آیه و یک آیه رو در اینجا ذکر کردن، آیه 82 سوره انعام هست و قول الله تعالی الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آیه 82 سوره انعام. در این آیه الله متعال می‌فرماید الذين آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردند، آنانی که مؤمن بودند، الله متعال را به یگانگی باور دارند و به اصول ایمان و به اصول و ارکان اسلام باور دارند و در کنار آن ولم یلبسوا ایمانهم بظلم،
و ایمانشان را آغشته نکردند، آلوده نکردند با ظلم. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. این گونه افراد امنیت دارند و هدایت یافته هستند. آن چیزی رو که در این آیه قابل تأمل هست این است که الله متعال می‌فرماید که مؤمنانی که خودشان را آلوده به ظلم نکردند. وقتی که این آیه نازل شد، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکند و در صحیح بخاری اومده، یک تصور دیگری رو داشتند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، آن کسانی که ایمان آوردند و هیچ ظلمی و ستمی رو انجام ندادند. این ظلم و ستم معنی گسترده رو داده. میتونه که ظلم در حق الله متعال باشه به معنی شرک که بالاترین نوع ظلم هست. برترین ظلم این است که الله متعال که خالق انسان هست، انسان بیاید با خالق و آفریدگار خودش شریکی رو قائل باشه، یعنی ظلم در حق الله متعال. یا این که انسان بر خودش ظلم بکند، این هم حرام هست که بسیاری ما بر خودمون دانسته یا نادانسته ظلم میکنیم. حتی در زمینه انجام عبادات شرعی الله متعال ما رو به اعتدال و میان روی دستور داده. من به عنوان یک مسلمان نمیتوانم به بهانه این که من به الله متعال تقرب میجویم شب و روز روزه باشم، روزه وصال بگیرم، یعنی تمام روزهای رو پشت سر هم من روزه بگیرم، یا این که مثلا شبها رو به صورت کلی بر خودم حرام بکنم که من اصلا نمیخوابم دیگه، شبها تا صبحش من نماز شب میخونم. این اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. چند نفری اومدند از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سوال کردند که عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه هست. گفتم وقتی که وارد منزل می شود فلان کار و فلان کار، یعنی در خدمت خانواده هست و حتی کار شخصی خودش رو انجام میده. در بعضی از روایات اومده که کفشش رو پیوند میزد یا مثلا گوسفندی رو میدوشید، یعنی کارهایی که در خانه معمولا باید انجام بشود و عبادتش هم از این قرار هست. این تعداد رکعات رو میخوند. اون اصحابی که اومده بودند که انهم تقالوها در روایت اومده، به نظرشون عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم کم بود، کم پنداشتن، زیرا که اونها با یک پیش زمینه افراط و غلوی و تصور نادرستی از تقرب به الله و روش درست عبادت اونها اومده بودند و سوال میکردند از در مورد عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم. فکر کردن عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار کم هست. بعدا اینو توجیه کردن، گفتن خب ما که مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم نیستیم، ایشون معصوم هست، الله متعال گناهان گذشته و آیندهشون رو بخشیده. خب اگر کم عبادت بکنن باز هم کم نمیشه و گرچه واقعیت بر این است که عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشتر از عبادت تمام بشر بوده، تمام اصحاب، و اون کیفیتی رو که عبادت رسول الله داشتن، اون معنویتی رو که ایشون در نمازها و عبادت خودشون داشتن، حتی در کمیت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادتشون بیشتر بوده. اما به هر صورت توجیهشون بود. یک از این افراد گفت که پس بنابراین من همیشه روزه میگیرم و اصلا افطار نمی کنم، یعنی پشت سر هم هر روز رو روزه میگیرم. نفر دومی گفت منم که شبها اصلا نمیخوابم، همش نماز میخونم، شب تا صبح نماز تهجد و نماز شب میخونم تا اینکه شاید بتونم که به یک مقام بالایی برسم. یک نفر دیگر گفت خب اگر انسان ازدواج بکنه مشغول زن و بچه و خدمت و خرج و مخارج میشه، من اصلا ازدواج نمیکنم و خودم وقت میکنم برای عبادت الله متعال. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها گفتند تعدادی اومدند و سوال پرسیدند، منم جواب دادم و نهایتا این دور حرفایی رو زدند و رفتند. این مسئله برای رسول الله صلی الله علیه وسلم به اندازه مهم بود و به اندازه داشت میرفت که یک انحراف در واقع در باب عمل اسلامی و عمل بر احکام اسلامی به وجود بیاره که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرصت نداشتند که طولانی بشه. فورا رفتن در مسجد و مردم را فرا خواندند و گفتند که چرا بعضی از افراد اومدن چنین و چنان گفتن، اما والله انی اخشاکم لله و اتقاکم له،
از همه شما من خشیت بیشتری دارم، ترس بیشتری از الله دارم و الله رو بیشتر از شما میشناسم، پرهیزگارتر هستم، اما هم میخورم، مینوشم، هم میخوابم، هم نماز شب میخونم، هم روزه میگیرم، هم افطار میکنم، هم ازدواج میکنم. یعنی این کارها سبب نمیشود که انسان از الله متعال دور بشود. بحث رو این است که انسان نباید بر خودش هم ظلم بکند به بهانه عبادت کردن. این گونه نباشد که ما به بهانه عبادت کردن حقوق همسایگان رو مراعات نکنیم، حقوق زن و فرزند خودمون رو رعایت نکنیم، بلکه همان گونه که الله بر ما حق دارد، همسایگان بر ما حق دارند، اهل و اولاد بر ما حق دارند، میهمان بر ما حق دارد و خودمون بر خودمون حق داریم و به هیچ عنوان نباید به قصد عبادت خود آزاری بکنیم. و این گونه دوم ظلم هست و گونه سومش ظلم بر دیگران هست. مال کسی رو به ناحق تصاحب بکنیم، آبروی کسی رو در واقع بریزیم، غیبتش بکنیم، بر جان یکی تعدی بکنیم، فحش بدیم، سیلی بزنیم یا موارد دیگری از ظلم. نه همه مصادیق ظلم. تمام مصادیق ظلم هست. وقتی که این آیه نازل شد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ذهنشون رفت به همین موارد، گفتن که سخت هست واقعا که انسان یعنی بگونه عمل بکند که نه بر خودش ظلمی صورت بگیرد، نه بر زن و فرزندش، نه بر مهمانش، نه بر الله متعال، نه بر خود و نه بر دیگران. واقعا بسیار این مطلب سخت است. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتند که اینا لم یظلم نفسه، مگر کسی پیدا می شود که بر خودش ستم نکرده باشه، گناهی رو مرتکب نشده باشد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیس الامر کما تظنون، اون گونه نیست که شما برداشت کردید. منظور این آیه آن چیزی نیست که شما برداشت کردید و اشاره کردند که بلکه منظورش آن گونه هست که لقمان بنده صالح الله متعال فرمودند که این الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم و ستم بسیار عظیمی هست. منظوری در این آیه شرک هست. آن کسانی که ایمان آوردند، مؤمن هستند به الله متعال، باور دارند به پایه ها و اصول اعتقادی و عملی دین مبین اسلام و در کنار آن مرتکب هیچ گونه شرکی نشده باشند، اولئک لهم الامن، اینها امنیت دارند، هم در دنیا امنیت دارند و هم در آخرت در واقع امنیت دارند و همین که هدایت یافته هستند. در دنیا راه درست را آن کسانی دارند میروند که دور از افراط و دور از تفریط هستند. هیچ گونه ظلمی رو نه در حق الله متعال انجام میدهند، نه در حق خودشون و نه در حق دیگران. آنهایی که مؤمن و موحد هستند و شرکی رو انجام ندادند، آنها در امنیتی هستند، هم در دنیا و هم در آخرت و هم هدایت یافته در دنیا و آخرت هستند. در دنیا هدایت یافته هستند که بر صراط مستقیم میروند، در آخرت هدایت یافته هستند که این صراط مستقیم منتهی می شود به بهشت. این اولین آیه و تنها آیه هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این باب ذکر کردند که معنیش بسیار واضح و آشکار هست. فضیلت توحید رو بیان میکنند. کسانی که مؤمن هستند و موحد هستند و مرتکب شرکی نشده باشند، هم در دنیا و هم در آخرت اهل امنیت و امان و اهل هدایت هستند. این آیه که در آغاز این باب داشتیم، مال 82 سوره مبارکه انعام، این آیه به همراه آیه 13 سوره مبارکه لقمان تفسیر میشه که مراد از ظلم در این آیه کسانی که ایمان آوردن، حق ایمان رو ادا کردن و ایمانشون آمیخته با ظلم نشد. اینجا مراد از این ظلم اون تعبیری است که در سوره مبارکه لقمان آیه 13 داریم که ان شرک لظلم عظیم، که مراد از این ظلم اون شرک است که اونجا الله متعال میفهمن بزرگترین ظلم شرک است. پس یعنی انسان موحد به دور از شرک هدایت یافته است و اون امنیتی که در دنیا برای مؤمنین وعده داده شده و در آخرت رو حاصل میکنه و این هدایت یافته واقعی است. این هدایت یافته هستند با توجه به علم، یعنی شناختی که به الله متعال داشتند، و در عمل هم هدایت یافته هستند، یعنی بر صراط مستقیم هستند، پایبند دستورات اسلام هستند و نهایتشون هم بهشت برین و جایگاه بسیار بلندی هست که الله متعال به عنوان ثواب موحدین و پاداش اونها در نظر گرفته. این آیه اول هست. و بعد از آن روایتی را آوردند از حضرت عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. هر کسی که شهادت بدهد
که غیر از الله معبودی نیست. من شهد الله اله الا الله وحده، الله متعال یگانه هست، یعنی جانب اثباتش هست، غیر از الله معبودی نیست. جانب نفیش لا شریک له، هم یگانه هست و شریکی ندارد. نه اینکه ما میگیم یگانه هست شاید شریکی داشته باشه، نه، یگانه هست و شریکی هم ندارد. و ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت بدهد به این که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله هست. و ان عیسی عبد الله و رسوله، و این که سیدنا عیسی علیه السلام بنده الله متعال هست و رسول الله متعال هست. و کلمته القاها الی مریم و روح من، و کلمه‌ای هست که آن را القا کرده به سوی مریم و روحی هست از جانب الله متعال. کلمت القاها الی مریم، ما میدونیم که با یک کن فیکون حضرت عیسی علیه السلام در واقع به وجود آمدند و مادرشون مریم باردار شدند. و روح من، و روحی هست از جانب الله متعال که الله متعال این روح رو در کالبد عیسی علیه السلام دمیده. و الجنت حق و النار حق، و شهادت بدهد به این که بهشت حق هست و نار و جهنم حق هست. ادخله الله الجنت علی ما کان من العمل. نتیجه چه خواهد بود؟ این که الله متعال چون این کسی را وارد بهشت می کند با هر عملی که داشته باشد، با هر عملی که داشته باشد. توضیح خواهم داد. نقطه اول در اینجا این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماند که من شهد الله اله الا الله، هر کسی که شهادت بدهد که غیر از الله معبودی نیست، و بقیه موارد که محمد صلی الله علیه وسلم عبد و فرستاده الله متعال هست، و همچنین حضرت عیسی علیه السلام بنده الله و فرستاده الله متعال هست، و بهشت حق هست و جهنم حق هست. الله متعال چون این کسی را وارد بهشت می کند با تمام اعمالی که داشته باشد. بحث شهادت وقتی که مطرح می شود، یعنی این که یک انسانی با علم و اراده و با دانش و آگاهی که دارد شهادت می دهد. و مفهوم دقیق شهادت این هست که شهادت زبانی باشد، یعنی با زبان حتما باید اقرار بشود، گفته بشود، به اضافه همراه با اعتقاد قلبی باشد و همچنین تصدیق عملی باشد. یعنی شهادت، وقتی ما میگیم شهادت، در صورت یک گواهی و یک شهادت کامل هست که هم با زبان آن را اقرار بکنیم تا اینکه طرف مقابل بشنود اگر مثلا در دادگاهی جایی شهادت و گواهی میدهیم، و هم این که بر اساس باور قلبی ما باشد، نه اینکه فقط یک شهادت زبانی باشد، و هم این که عملا ما پایبند چنین شهادتی باشیم. این میشود یک شهادت کاملی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید من شهد الله اله الا الله، یعنی این که انسان علم دارد به لا اله الا الله، میداند معنی لا اله الا الله چیست. من گواهی میدهم که لا اله الا الله، خب باید بدانم که به چی گواهی میدهم. هم باید علم باشد و در کنار علم هم باید گواهی زبانی باشد، اعتراف زبانی باشد، و هم باور قلبی باشد به اضافه تصدیق عملی. دقیقاً همون چیزی که در بحث ایمان مطرح است. ایمان را علمای اهل سنت و الجماعت جمهورشون این گونه تعبیر میکنند که الایمان اعتقاد بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان یا بالجوارح. ایمان وقتی تعریف میکنیم یعنی یک باور قلبی همراه با اعتراف زبانی همراه با عمل هست. این میشود ایمان. چرا ما میگیم که شهادت باید این موارد را داشته باشد؟ نمونهش را ما در قرآن کریم داریم که اگر شهادت یک شهادت زبانی باشد، گرچه از نظر ظاهری شاید اینو گواهی دادن حساب بکنند، یک کسی برود در دادگاهی بدون اینکه خودش باوری داشته باشد ولی اینکه به دروغ شهادت بدهد، میگن که فلانی شهادت داده، اون مسلمان ظاهرا قبولش میکنه، ظاهرا قبولش میکنه. اما شهادتی که در اینجا مطرح هست و در آیات قرآن مطرح هست، اون شهادتی هست که هم زبانی باشد، همراه با باور قلبی، به اضافه تصدیق عملی باشد که در عمل هم انسان بر اساس شهادت خودش عمل بکنه. به طور مثال در سوره منافقون میبینیم که منافقان اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتند که نشهد انک لرسول الله،
ما گواهی میدیم که تو پیامبر الله و رسول الله هستیم. یعنی شهادت میدیم. شهادت یعنی ببینید چند تا تاکید در اینجا آمده. نشهد خودش یک نوع تاکید هست، زیرا شهادت میدهند در محضر الله متعال. انک بازم تاکید اومده. لرسول الله، سه تا تاکید رو در اینجا جمع کردن منافقان تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن ما شهادت میدهیم که قطعا و حتما تو رسول الله متعال هستی. خب شهادت دادن، اما آیا این شهادتشون قبول هست؟ این شهادتشون قبول نشد و رد شد. چرا؟ به خاطر اینکه این شهادت صرفا یک شهادت زبانی بوده، همراه با باور قلبی نبوده. گرچه از بعد عملی هم در واقع منافقان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بازم پایبند بودند. از ترس این که مبادا شناخته بشوند ما میبینیم که منافقان خودشون یعنی به نماز میرسیدند، گرچه تو اون وصفشون اومده که وقتی که برای نماز می اومدن به صورت تنبل قام و کسالا یا اینکه یراؤون الناس یا ولا یذکرون الله الا قلیلا، این علامت ها رو داشتن، اما سعی میکردند که از نظر عملی هم باید یعنی همسو باشند با مسلمانان. اما چون که این شهادتشون شهادت قلبی نبوده، صرفا میگفتند که نشهد انک لرسول الله. الله متعال میفرماد والله یعلم انک لرسوله. الله متعال میداند که این حرفشون درسته، تو رسول هستی. نه اینکه دروغ گفته باشند که شهادتشون دروغ باشه به این معنی که تو رسول الله نباشی، تو رسول الله هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اما الله متعال شهادت میدهد که اینها دارن دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ زیرا که این حرفشون برگرفته از باطنشون نیست. این دروغشون این نیست که شما پیغمبر نیستی. بله. اون دروغشون برمیگرده به اینکه این لفظ با اون دل یکسو نیست. چون که شهادت زمانی شهادت شمرده می شود که هم با زبان گفته بشود هم با قلب گفته بشود. این منافقان چون که فقط با زبان می گفتند پس بنابراین دروغ می گفتند، ولی اینکه حرفشون راست بود که محمد صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده الله متعال است. خب در اینجا ما وقتی میگیم من شهد لا اله الا الله، یعنی معنی لا اله الا الله را بداند و هم از نظر زبانی اعتراف بکند، این جمله رو بر زبان بیاورد، هم معتقد به آن باشد و هم این که عملاً باید پایبند لا اله الا الله باشد. هر کسی که گواهی بدهد که معبودی غیر از الله نیست، یعنی هیچ معبودی که لیاقت و ارزش بندگی رو داشته باشد غیر از الله وجود نداره. ما می‌بینیم معبودان زیادی هستند در هند و در سند و در هر جای دیگر که نگاه بکنیم، در هر شهری شاید یک معبود باشه. اما این معبودانی که معبود واقعی باشند و لیاقت پرستش داشته باشند و ویژگی های یک معبود و یک آفریدگار رو داشته باشند، اینها ندارند. گواهی بدهد که غیر از الله معبودی بر حق و سزاوار عبادت نیست، فقط و فقط الله هست که معبود حقیقی هست. لا شریک له، هیچ گونه شریکی رو ندارد. پس بنابراین هیچ گونه از گونه های عبادت و اعمالی رو که الله متعال برای خودش پسندیده و به عنوان گونه های تقرب و عبادت معرفی کرده صرفاً باید فقط و فقط برای الله انجام بگیرد. برای غیر الله انجام شد یعنی می شود شرک. نماز عبادت هست، برای غیر الله شما نماز خوندید شرک هست. سجده عبادت هست، برای غیر الله سجده کردید شرک هست. طواف خانه کعبه عبادت هست، اینو برای غیر الله انجام دادید، دور و بر قبر رفتید طواف کردید، این می شود شرک. ترسیدن از الله متعال عبادت هست، بیم داشتن از الله متعال، امید داشتن به الله متعال عبادت هست. اگر از کسی غیر از الله بیم داشتی یا امید داشتی، این در واقع می شود شرک. یعنی تمام گزینه های عبادی رو که ما با آن تقرب می جوییم به بارگاه الله متعال، اگر اینها رو برای غیر الله انجام بدهیم یعنی این که مشترک به ظلم عظیم و این شرک شدیم. و ان محمدن عبده و رسوله، و این که ما معتقد باشیم و شهادت بدهیم که محمد صلی الله علیه وسلم بنده الله هست و رسولش هست. یعنی یک بنده ای هست مثل من و شما، در حد عبد هست. هر مقامی رو که داشته باشند، بالاترین مقامی رو که یک انسان میتواند به آن افتخار بکند داشته باشد، ولو این که رسول الله باشد، این است که عبد الله متعال باشد، نه شریک الله متعال. در حد یک عبد هست.
و تمام صفاتی رو که یک عبد باید داشته باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته. یعنی در ویژگی های جسمانی و بشری رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ تفاوتی با من و شما نداشتند. تمام ویژگی هایی رو که یک بشر دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع داشتند. و برخی از به اصطلاح افراطایی که هست مثلا میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا نور بوده. نه، به هیچ عنوان رسول الله صلی الله علیه و سلم نور نبوده، بلکه بشر بوده مثل من و شما، از همین گوشت و پوستی بوده که من و شما هستیم. یا میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدونم که هر جا حاضر و ناظر هست. حاضر و ناظر بودن این صفات و ویژگی الله متعال است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا میگن که سایه نداشته. نه، چنین چیزی نیست. تمام صفات و ویژگی هایی رو که یک بشر داشته ما به عنوان بشر داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، به اضافه این که ایشان رسول الله متعال بودند و بر ایشان وحی میشد. و همچنین فهم بودن در قرآن کریم که انما انا بشر مثلکم یوحى الی، فقط فرقش اینه که من و ان عیسی عبد الله و رسوله. و در مورد عیسی هم ما معتقد هستیم عیسی هم یک عبدی هست مانند محمد، هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند. هر دوتاشون بنده الله متعال هستند. یعنی این که حضرت عیسی علیه السلام نه الله هست و نه فرزند الله هست، بلکه بنده الله هست و رسول الله هست. تفاوتش این است که کلمت القاها الی مریم از مانند بقیه انسانها از پدر و مادر متولد نشده، بلکه از تنها از مادر متولد شده، پدر نداشته. اون هم به چه دلیل؟ فقط الله متعال اراده کرده خواسته کن فیکون. کلمه الله که کن امر هست و بعد از آن حضرت عیسی علیه السلام به وجود آمد مانند حضرت آدم علیه السلام و روح منه، روح از جانب الله متعال که این روح رو الله متعال در کالبد حضرت عیسی آفرینده میده. یعنی این که حضرت عیسی علیه السلام مانند محمد عبد الله هست، بشر هست، بنده هستند، جسم دارند، جان دارند، روح دارند، مانند بقیه بشر هیچ تفاوتی رو ندارند، منتها رسولان الله متعال هستند. این ایمان به الله متعال، ایمان به انبیاء الهی، یعنی چند گزینه رو در اینجا آورده، شهادت دادن به یگانگی الله متعال و نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در کنارش حضرت عیسی علیه السلام و ایمان به قیامت و الجنت حق و النار حق، جنت و جهنم حق هستند. خب کسی که به اینها شهادت بدهد رسول الله صلی الله علیه و سلم این تمه شرط هست، من شهیدا، هر کس که شهادت بدهد. خب جوابش چی هست؟ نتیجه چی خواهد بود؟ ادخله الله الجنت علی ما کان من العمل، الله متعال او را وارد بهشت میگرداند با هر عملی که داشته باشد. یعنی این که ما به عنوان اهل سنت و الجماعت و مسلمان معتقد هستیم که غیر از شرک هر گناه دیگری رو الله متعال میبخشد. این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این برای گناهانی است که توبه نشده و از دنیا رفته. توبه شده یا توبه نشده، به صورت کلی برای تمام گناهان به استثنای گناه شرک. در قیامت در دنیا که بخشیده میشه شرک. اگر توبه بکنه بخشیده نه، میشه. با توبه تمام گناهان بخشیده میشن. یک قاعده کلی است. وقتی که توبه باشد، توبه گذشته را پاک میکنه، صاف میکنه. همان گونه که اسلام باعث میشود که گناهان گذشته انسان پاک بشوند، شرک و کفری رو که انجام داده پاک میشوند، با توبه هم گذشته انسان پاک میشود. اما از این که گناهی رو کرده باشه که کمتر از شرک باشه یا در حد شرک و کفر باشه، با توبه تمامی گناهان بلا استثناء بخشیده میشه. اما بحث ما روی گناهانی هست که بدون توبه هست. الله متعال تمامی گناهانی رو که بدون توبه هستند، چه با توبه چه بدون توبه، اینها در دایره رحمت و مغفرت الله متعال باشند. چه انسان توبه بکند یا حتی اگر توبه نکند، اگر الله متعال بخواهد میبخشد، به جز گناه شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله متعال نمیبخشد کسی را که به الله شرک بورزد تا زمانی که توبه نکرده باشد، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعد از اون هر چی که باشد انسان رو الله متعال میبخشد. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ادخله الله الجنت علی ما کان من العمل، الله متعال اون رو وارد بهشت میکند با وجود تمام اعمالی که داشته، یعنی با وجود تمام گناهانی که داشته. ورود به بهشت دو تا معنی داره در اینجا. چه معنی؟
اولا یک قاعده کلی که وقتی که الله متعال مشرک را به هیچ عنوان بدون توبه نمی بخشد، یعنی این که مشرک در بهشت نمیره، در بهشت نمیره، جهنمی هست. یعنی هیچ امکان نداره مشرک وارد بهشت بشه مگر این که از شرکش در دنیا توبه بکند و بعد از آن الله متعال اون مورد مغفرت قرار بدهد، وارد بهشت بشود. مشرکی که در دنیا با شرک از دنیا رفته وارد بهشت نمی شود به هیچ عنوان، ولی اینکه کسی شفاعتشو بکنه. اصلا شفاعت به صورت کلی شامل مشرکان نیست. شفاعت صرفا مخصوص اهل توحیدی هست، آن کسانی که موحد هستند منتها بنابر مقتضای بشر بودن خودشون گناهانی رو انجام دادن. یک نوع فضیلت هست، اونم که شفاعت شرایط خاص خودش رو دارد که الله متعال اجازه بدهد برای شفاعت، الله متعال راضی باشد از شفاعت کننده و شفاعت شونده. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. هر کسی که الله متعال رضایت بده، کسی رو الله متعال توفیق میدهد که برایش شفاعت بکنه. هم شفاعت کننده هم شفاعت شونده باید با اذن الله متعال و رضایت الله متعال باشه. خب کسی را که مؤمن هست، متعهد بوده، موحد بوده، وارد بهشت می شود ولا این که عذاب ببیند. بحث در اینجا چی هست؟ این است که وارد بهشت می شود، یعنی اینکه سرانجامش به بهشت هست. الان دو حالت داره، یا این که الله متعال به خاطر توحید بسیار خالصی که این فرد داشته، به خاطر اخلاصی که داشته، به خاطر توبه‌ای که داشته، به خاطر اعمال خیر بسیار زیادی که داشته که گناهانش را سرپوش قرار داده، الله متعال این انسان را بدون این که عذاب ببیند مستقیما وارد بهشت می‌کنه. این یک حالت اول و خوش هست. حالت خوبش، حالت بهترین حالت که ان شاء الله متعال ما را و بینندگان عزیزمون را جز این افراد قرار بده. آمین. حالت دوم این که انسان کوتاهی‌های زیادی رو داشته، در دنیا گناهانی رو مرتکب شده، توبه هم نکرده، عذرخواهی نکرده از الله متعال، منتها اصل توحید همراهش هست، یعنی مشرک نبوده ولی اینکه گناهکار بوده. هر گناهی هم که هر کرده، گناهی رو که کرده باشه باز هم گناه هست، در حد بخشش الله متعال هست، در دایره مشیت الله متعال، در حد شرک نیست. اما چون که اهل توحید هست، نهایتش می شود بهشت الله متعال. شاید الله متعال نظرش بر این باشه که این انسان رو باید یک مقداری ادب کرد، به خاطر گناهانی که انجام داده باید تنبیه بشود و بعد از آن وارد بهشت بشود. یعنی در هر کسی در اندازه گناهی که انجام داده، اگر خدا مورد مغفرت قرارش نداد، به اندازه گناهانش مثلا عذاب می‌بیند و نهایتش بهشت است. هر کسی که شهادت بدهد به یگانگی الله و نبوت رسول الله و ایمان داشته باشد به قیامت، که اصلش همون ایمان به الله متعال و وحدانیت الله متعال است، وارد بهشت می‌شود 100%. اما به چه صورت عذاب می‌بیند یا نمی‌بیند، باز این بستگی دارد به رحمت الله متعال. اگر بخواهد بدون عذاب اون وارد بهشت می‌کند، تمام گناهانش رو به خاطر توبهش یا مکفرات دیگری که دارن، تقریبا 10 نوع مکفر ما داریم، یعنی چیزایی که کفاره گناهان میشوند، توحید هست و نماز و عبادات هستند، دعای انسان‌های صالح هست، شفاعت انسان‌های صالح هست، اعمال خیری که انسان انجام می‌دهد، وضو هست، روزه و اعمال به صورت کلی. بله. تمام اینها شاید سبب شدند که گناهان رو کلاً از بین ببرند و انسان وقتی که از دنیا رفت مستقیما وارد بهشت برود، انسان خوششانسی باشه. اگر نشد، به اندازه گناهانش مجازات می‌بیند، اما نهایتش باز هم بهشت برین الله متعال است. ادخله الله الجنه، یک وعده‌ای هست که الله متعال اون رو وارد بهشت می‌کند با وجود تمام گناهانی که داشته. اما عذاب می‌بیند یا عذاب نمی‌بیند؟ برمیگرده به الله متعال. اگر توبه کرده، خالص بوده یا شفاعتی داشته که از اعمال صالحه، دعای مؤمنان، شاید بدون عذاب وارد بهشت بشود، و اگر هم کوتاهی داشته احتمال دارد که یه مقدار مجازات بشود، اما نهایتش باز هم بهشت برین الله متعال است. انشاءالله. یعنی خلاصه صحبت اینه که بهشت فقط یک گروه واردش میشن، اونها موحدین است. انشاءالله الله متعال ما و شما و همه بینندگان عزیز رو از این گروه قرار بده که بدون حساب کتاب و بدون اینکه خدایی نکرده به عذابی گرفتار بشیم، وارد بهشت بشیم. اگه اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع توحید، اهمیت و آثار آن. همراه ما باشید. جزاکم الله خیر.
چرا مراجع شیعه پاسخ نمی دهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی، حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است.
بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی باب دیگر از ابواب کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. در بخش اول برنامه حضرت مولانا اشاره کردن به آیه‌ای که در این باب اول کتاب التوحید در برخی از نسخه ها باب دوم در این باب اولین یک آیه اشاره شده بود. در ابتدای این باب آیه 82 سوره مبارکه انعام که الله متعال می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم آمیخته نساختند اونها آن عده آرامش و امنیت دارند و اینها هدایت یافتگانند در دنیا و آخرت طبیعتاً. و شرح این ظلم مراد در این آیه رو در آیه 13 سوره مبارکه لقمان داریم که مراد از ظلم همان تعبیری است که الله متعال می‌فرماید ان شرک لظلم عظیم از زبان لقمان که شرک بزرگترین ظلم است. یعنی مراد خلاصه صحبت این است که کسانی که ایمان بیارن و شرک نداشته باشن اینها امنیت دارن در دنیا و آخرت و هدایت یافتگان دنیا و آخرت اینها هستن. و اشاره کردن حضرت مولانا به حدیثی از رسول صلی الله علیه و سلم که کسی شهادت بده به الله متعال وحدانیتش و یگانگیش و همچنین اینکه هیچ معبود به حق غیر از او نیست و شریکی ندارد و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رسالتش و همچنین بر رسالت عیسی علیه السلام که ایشان پیامبر الله متعال بود و کلمه ایشان دستور الله متعال که خلق شد کلمه کن و روحی که الله متعال او رو دمید در بانو مریم سلام الله علیها و اعتقاد داشته باشه به حقانیت بهشت و حقانیت دوزخ، این انسان وارد بهشت خواهد شد بر هر آن عملی که داشته باشد. یعنی اینکه انسانی که موحد است سرانجامش بهشت خواهد بود و تنها کسانی وارد بهشت می شوند و تنها کسانی در دنیا و آخرت آرامش، امنیت و هدایت دارند که موحد هستند و خالی از شرک. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع. روایت دومی که در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کردن و هم روایتی هست متفق علیه که در صحیح بخاری و مسلم آمده و ایشون اون روایت را این گونه ذکر کردن ولهما فی حدیث عتبان و هر دو نفر روایت کردند، یعنی مثل روایت قبلی که متفق علیه هست. این روایت را هم امام بخاری و امام مسلم آوردند. حدیث عتبان ابن مالک انصاری رضی الله تعالی عنه است. جمله این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و حدیث مرفوع هست، فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله متعال حرام گردانیده بر جهنم انسانی را که بگوید لا اله الا الله. هر کسی که بگوید لا اله الا الله حرام هست که بر جهنم وارد بشود. این الله متعال بدنش را بر جهنم حرام گردانیده. این لا اله الا الله را به چه صورت بگوید؟ یبتغی بذلک وجه الله، اخلاص داشته باشه در گفتن لا اله الا الله، یعنی منظورش و هدفش از گفتن لا اله الا الله صرفاً کسب رضایت الله متعال باشه، اخلاص و خالصانه و مخلصانه این رو فقط برای الله متعال بگه. یک نکته جالبی که در مورد لا اله الا الله وجود داره با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه هست به صورت مطلق و مقید ذکر شده. روایاتی که به صورت مطلق و مقید ذکر شده. مطلق مثلا در برخی از جاها اومده که لا اله، هر کسی لا اله الا الله بگوید وارد بهشت می شود، دخل الجنه. یا مثلا لا اله الا الله حسنی یا بقیه مواردی که در این زمینه هستن، روایاتی که شیعه و سنی از این قبیل روایاتی رو دارن. و روایات دیگری داریم که مقید هست، هر کسی که لا اله الا الله را بگوید به شرط این که یبتغی بذلک وجه الله، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، یک قید و پسوند دیگری را داره. با توجه به عموم روایاتی که در این زمینه اومده ما میتونیم بگیم که لا اله الا الله 7 یا 8 شرط داره. یعنی این شروط رو از مجموعه روایات و آیات ما این به این شروط میرسیم. در صورتی لا اله الا الله گفتن مفید هست و موجب توحید می شود و نشانه مسلمانی می شود که این 7 شرط رو باید داشته باشه. چه شرطایی؟ بله. شرط اول
علم هست. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که میگوید لا اله الا الله باید بداند که چی میگوید. یک فردی هست مثلا از همین به اصطلاح جمله خوشش آمده، آهنگ خوبی رو مثلا شاید در یک شعر و سروده باشه، نمیداند معنیش چی هست، اینو ورد زبانش کرده لا اله الا الله به عنوان سرگرمی و تکیه کلامش هست، نمیداند چی، اصلا مسلمان هم نیست، یک زبانش هم اصلا زبان چیز دیگری است، اصلا زبان لاتینی و یک زبان دیگری هست. این از لا اله الا الله خوشش اومده، اینو ذکرش میکنه لا اله الا الله. آیا مسلمان میشود؟ نه. چرا؟ چون اصلا نمیداند که چی میگوید. حتی منافقینی که میدانستان هم هنوز الله تعالی از اونم یک از شرایط دیگرش هست. پس بنابراین اولین شرطش علم هست، علمی که منافی با جهله، یعنی در مقابل جهل است. انسان باید به معنی و مفهوم لا اله الا الله، یعنی این که غیر از الله متعال معبودی قابل پرستش وجود ندارد بجز الله، این معنی لا اله الا الله هست. اگر اولین شرطش هست. منافی با جهله، منافی با جهل به معنی لا اله الا الله و به مفهوم و حق لا اله الا الله. اگر کسی با این علم ایمان بیاورد، یک از شروطش رو چکار کرده؟ مرحله اول رفته. دومیش؟ مرحله دوم یقین هست که منافی با شک هست. این وقتی که من میگم لا اله الا الله، خب معنی لا اله الا الله یعنی این که من میگم غیر از الله متعال معبودی دیگری نیست. آیا من خودم این حرف خودم باور دارم یا خیر؟ باید یقین داشته باشم، شک و تردید ندارم. الان من میگم لا اله الا الله اما شاید اله دیگری باشد، این همراه با شک باشه، این نشد مسلمانی. شرط دومش این است که یقینی باشد که شک رو از بین ببرد، منافی شک باشه. یعنی علاوه بر این که من میدونم که معنی لا اله الا الله چیست، با تمام وجودم به این باور داشته باشم بدون هیچ گونه شک و تذبذبی که شاید خدایی نباشه، شاید خدای دیگری باشه. این دیگه میشود شک. هم علم باشه و هم یقین باشه. مورد سومش اخلاص هست، منافی با شرک. من میگم لا اله الا الله، اما به چه خاطر میگم؟ شاید از ترس پدر و مادر کسی بگه لا اله الا الله، این میشود مسلمان؟ شاید کسی از ترس به خاطر یک منفعتی این کار رو بگه، میگه لا اله الا الله به خاطر اینکه یک منفعتی رو از یک مسلمانی در واقع داشته باشه، به خاطر اینکه شریک در فلان کارخانه باشه که مخصوص مسلمانان هست گفته لا اله الا الله. این خالصانه گفته؟ نه، این اعتبار نداره. باید خالصانه باشد، شرک نباشد، این انگیزه دیگری برای گفتن لا اله الا الله غیر از خود الله و رضایت الله متعال وجود نداشته باشه. یعنی منظور مادی دیگری یا غیر مادی وجود نداشته باشه. اخلاصی که منافی با شرک است. شرط چهارمش این است که در گفتن خودش صادق باشد، یعنی صادقانه بگوید لا اله الا الله، وگرنه منافقین هم میگفتند که لا اله الا الله. این یعنی چی اینجا؟ یعنی این که این حرفش بر اساس دروغ نباشد که منافقین میگفتند که نشهد انک لرسول الله، گواهی میدادند، به شهادت میدادند به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما این شهادتشون یک شهادت دروغ بود. خودشون بر این حرف خودشون باور نداشتن و صادقانه نمیگفتند لا اله الا الله. به این خاطر هست که مثلا شهادت اونها رو الله متعال رد کرد. صداقتی باشد، صادقانه این حرف رو بدهد، خودش راست گفته باشد. وقتی که میگوید غیر از الله متعال معبودی دیگری نیست، یعنی این که راست گفته باشد و این شهادتش بر اساس دروغ نباشد. این مورد چهارم هست. مورد پنجم این است که انسان محبت داشته باشد با لا اله الا الله. این گونه نباشد که با اکراه میگه لا اله الا الله، در دلش لا اله الا الله را و اهل لا اله الا الله را فحش میدهد، دشنام میدهد، ناراضی هست، در دلش یک کرهی وجود داره نسبت به دین اسلام و لا اله الا الله، الان با زبان میگه لا اله الا الله. تا زمانی که گفتن لا اله الا الله از روی عشق و محبت نباشد، باز هم ارزشی رو ندارد. این شرط پنجم هست. شرط ششمش اتباع هست، اتباع و انقیاد، همون مطلبی رو که عرض کردم، یعنی التزام عملی، یعنی انقیادی که منافی با ترک اعمال هست. ما باید پایبند احکام اسلام باشیم، نه این که تارک احکام اسلامی باشیم. اون کسی که میگه لا اله الا الله اما تارک نماز هست، یعنی این که این شرط رو در وجودش پیدا نشده. کسی که متبع رسول الله نیست، کسی که پیرو احکام الهی نیست، در واقع یکی از شروط لا اله الا الله برای اون منتفی هست. و شرط هفتمش این است که اینو قبول داشته باشد.
امکان دارد که انسان معنیش را بداند، امکان دارد که یقین هم داشته باشد که غیر از الله معبود دیگری در واقع وجود نداشته است. شاید هم صادقانه این حرف رو بزند، اما خودش در قلب خودش اینو قبول ندارد. میگوید اما بازم قبولش ندارد، ردش میکند. این هم در واقع چون کسی هم شروط لا اله الا الله را به وجود انجام نداده. غیر از این شرط اساسیش این است که تنها گفتن لا اله الا الله بدون نفی معتبر نیست. لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی غیر از الله را، شریکان دیگر را، تواغیت را به صورت کلی نفی بکند، توحید یگانگی را برای الله متعال اثبات بکند و از غیر الله به صورت کلی نفی بکند. اینا 7 یا 8 شرط لا اله الا الله هستند. در این حدیث اطمان ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن الله حرم علی النار من قال لا اله الا الله یبتغی بذلك وجه الله. کسی مخلصانه این حرف رو بزند، الله متعال چون این فردی رو بر آتش جهنم حرام می‌گرداند. بله. روایت بعدی که در اینجا ذکر کرده روایت حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه هست، در ابن حبان و حاکم اونو روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم قال موسی علیه السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک و ادعوک به. حضرت موسی علیه السلام به الله متعال گفت یا الله به من یک ذکری رو یاد بده که ورد زبان من باشه، که من با اون ذکر در یاد تو باشم، تو را ذکر بکنم و تو را صدا بزنم، دعا بکنم با این جمله. قال قل یا موسی، الله متعال فرمود که موسی بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. این ذکر و ورد خاصی هست و ویژه‌ای هست که الله متعال به حضرت موسی علیه السلام یاد داده و توصیه کرده. قال یا رب کل عبادک یقولون هذا. حضرت موسی علیه السلام گفت خب این که عامه، من به عنوان پیامبر میخوام یک چیز خاص داشته باشم که من فقط اونو بدونم و یک راز باشه در میان من و تو و من اون ذکر مخصوص من باشه. قال یا موسی، الله متعال فرمود ای موسی لو ان السماوات السبع و آمرهن غیری والارضین السبع فی کفة. ای موسی اگر 7 آسمان و تمام کسانی که در این 7 آسمان زندگی میکنند، فرشتگان، والارضین السبع و 7 طبقه زمین با تمام موجوداتی که در آن زندگی میکنند در یک کفه باشند غیر از من، تمام اینها در یک کفه ترازو باشند، ولا اله الا الله فی کفة مالت بهن لا اله الا الله. اگر همه موجودات را، زمین و آسمان را با تمامی مخلوقات در یک کفه ترازو بگذارید، در کفه دیگرش لا اله الا الله باشد، لا اله الا الله باز هم سنگین تر هست. سبحان. از این هم خصوصی تر میخوایی؟ از این هم ذکر زیباتر و سنگینتری میخوایی؟ از این وجود نداره. یعنی لا اله الا الله در برابر تمام مخلوقات سنگینی میکنه. حتی در روایت اومده که در روز قیامت یک فردی رو میآورند که اونم تایید همین هست که 99 تا پرونده داره، هر پروندهش تا چشم کار میکنه این پروندهش هست، این فقط یک پرونده گناهانشه، پرونده گناهانش. این انسان کاملا ناامید از رحمت الله، با این همه گناه 99 تا پرونده انسان داشته باشه و هر پروندهش تا چشم کار میکنه مثل قطور باشه، دیگه یقین میکنه که من هلاک شدم. شاید با یکیش هم حتی انسان نجات پیدا نکنه. الله متعال میفرماد که نگاه کن تو نیکی چیزی نداری؟ گفت نه یا الله من هیچ چیزی ندارم. گناهان هم همین است که همه میبینن انگار که کل اون فقط گناه میکرد دیگه از اول تا الله متعال میفرماد نه تو نزد ما یک نیکی هم داریم. یک بطاقه رو میآورن که در اون یک کارتی لا اله الا الله رو نوشته، میگه وزن بکنید 99 تا پرونده گناه، هر گناهی غیر از آرشیو دیگه همه چیز توش هست، اینو میگذارن در یک کفه ترازو و لا اله الا الله در یک کفه ترازو. این فکر میکنه دیگه بله. چیزی هم برابری نه، این یک کاغذ، یک کارت در مقابل 99 پرونده که تا چشم کار میکنه عددی نیست، اما بازم لا اله الا الله سنگین‌تر و الله متعال اون رو میبخشه. لا اله الا الله با شرایطی که عرض کردم موجب در واقع مغفرت گناهان و نهایتش همون بهشت برین الله متعال هست. این روایت سوم هست و روایت چهارم روایتی از سنن ترمذی هست که از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده و روایت حسنی هست بنابر قول امام ترمذی رحمت الله علیه که انس رضی الله تعالی عنه میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول قال الله تعالی، الله متعال میفرماید. این حدیث قدسی هست.
حدیث قدسی رو یک شرحی میدید برای بینندگان؟ در مورد حدیث قدسی روایاتی رو یا نقل قولی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال میکند، یعنی کلام الله متعال کلام الله هست از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله میفرماید که الله متعال چنین و چنان فرمودند. در غیر از قرآن است. اگر وحی مطلوب باشه، یعنی لفظش لفظ الله متعال باشه که همون قرآن هست. وحی مطلوب، وحی که تلاوت می شود در قرآن هست، اون بحث جداگانه هست. بله. که الفاظش دقیقاً از جانب الله متعال هست. اما این که رسول الله میفرماند که الله متعال فرمودند، این تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر حدیثی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن گفته باشد که الله متعال چنین و چنان میفرماند، این میشود حدیث قدسی. یعنی یک نوع قداست و قدسیتی رو در واقع داره. و به صورت کلی وقتی ما میگیم حدیث مرفوع هست، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اقسام حدیث رو وقتی که ذکر میکنیم یا روایات رو میگیم که این حدیث قدسی هست، یعنی رسول الله گفته الله فرمودن. وقتی که ما میگیم که مرفوع هست، یعنی این که صحابی گفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. وقتی که ما میگیم موقوف هست، تابعی گفته که صحابی گفته، تابعی میگوید که صحابی چنین و چنان گفته، یعنی به رسول الله نسبت نمیدهم. یا وقتی میگیم مقطوع هست، یعنی یک تابعین گفته فلان تابعی چنین و چنان گفته، این میشود حدیث مکتوب. این روایتی هست که حدیث قدسی هست، یعنی از طرف الله متعال نقل میشود. یا ابن آدم، ای انسان، الله متعال خطاب میکند به ابن آدم، من شما تمام مخلوقات انسان ها از آدم گرفته تا خاتم مشمول این. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، ای انسان اگر تو به اندازه و به وزن دنیا زمین برای من گناه بیاری، یعنی به اندازه کره زمین تو گناه داشته باشی، وزن گناهان تو باشه، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اما زمانی که با من ملاقات میکنی، یعنی مردی و به بارگاه من بازگشتی، شرک رو مرتکب نشدی. در صورتی با من ملاقات کردی، پیش من اومدی، از دنیا رفتی که شرکی رو مرتکب نشدی بودی، لاتیتک بقرابها مغفرتا، هم وزن زمین یعنی هم وزن گناهانت من به تو مغفرت میدم، یعنی میبخشم. به شرطی چی؟ شرک نداشته باشه. شرک خیلی خطرناک. پس بنابراین ارزش لا اله الا الله بسیار بالا هست، توحید الله متعال، یگانگی و یکتاپرستی، و لا اله الا الله و توحید سبب بخشش تمامی گناهان خواهد بود، به شرط این که انسان توحیدش یک توحید صادقانه و خالصانه باشه و این توحید رو آمیخته با گناه شرک و این ظلم عظیم نگرداند. خیلی ممنون حضرت مولانا. واقعا آنچه که بیان شد در این روایات از رسول صلی الله علیه و سلم به ما شما بینندگان عزیز این موضوع رو بسیار تأکید میکنه که مسئله توحید بسیار مسئله مهمی است. یعنی علی رغم آنچه که ما ظاهرا شاید فکر بکنیم مسئله آسانی است و مسئله ساده است، این گونه نیست و مسئله بسیار مهمتر، فراتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم و راه نجات است در دنیا و در آخرت و هیچ برابری نمیکنه هیچ عبادت دیگری با این عبادت عظیم که شاید چیزی از ما نخواد. یعنی فقط یک تصور، یک اعتقاد، یک باور درونی و ایمان و یقین و اخلاص و علم است. احمد جان اگر شماره رو هم برای تماس بینندگان عزیز نویس بفرمایید تا که عزیزانی که دوست دارن در برنامه ما مشارکت بکنن در موضوعات برنامه با این شماره تماس بگیرن. پیشاپیش از همه عزیزان که در غیر موضوع صحبت میکنن پوزش میطلبیم. سوالهای فقهی رو خواهش میکنیم بگذارید به برنامه پرسش و پاسخ که حضرت مولانا اونجا پاسخ خواهند داد و عزیزانی که در موضوع برنامه امامان وهابی شیعه که در برنامه‌های گذشته مطرح شده با ما مشارکتی خواهند داشت، انشاءالله مشارکت خواهند کرد و این سوال رو هم پاسخ خواهند داد که چرا بعد از گذشت 6 ماه از ارسال نامه برنامه امامان وهابی شیعه که در میان برنامه قرائت شد هنوز برای ما پاسخی نرسیده است و کسی از آن افرادی که برای اونها نامه فرستاده شده پاسخگو نیستند. اولین تماس برنامه امروز رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه امامان وهابی شیعه، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ متشکرم. بنده رضایی هستم. عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و محضر
جناب آقای مولانا عبدالقدوس. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید جناب آقای رضایی. اگر اجازه بدید قبل از اینکه شما کلامتون رو مطرح بفرمایید من سوال خود رو از شما هم بپرسم. به نظر شما بعد از گذشت 6 ماه و چند سوال ساده چرا حضرات آیات اعظام هنوز پاسخ ما رو ارسال نکردند؟ من جوابگوی عمل دیگران نیستم که چرا کاری کردن. شاید خب بالاخره شما یک دلیل خب به شما پاسخگوی آقای رضایی عزیز، چون که شما گرچه پاسخگوی عمل دیگران نیستید اما مقلد همین مراجع اعظام هستید. مقلد هستم که اون چرا که بلد نیستم در مسیر دینم عمل کنم ازشون در کتابشون نوشته میرم میبینم هرچی هم بلدم خودم انجام میدم. خب ما میتونیم یه خواهش از شما داشته باشیم آقای رضایی، چون صدای گرم شما رو همه بینندگان عزیز در برنامه‌های مختلف دارند و مشارکت‌های شما رو در برنامه آیین روی سکه و ادب و احترام شما قابل قدر است برای همه بینندگان شبکه جانب سال حق و شخصیت شما. من یه خواهش میکنم، شاید حضرت آیات اعظام ما حالا به تعبیر خودشون وهابیت رو زیاد وزنی نگذارن و اهمیتی ندن و به تعبیر خودشون کوچکتر از این باشیم که سوال ما رو جواب بدن. همین رو اگر شما لطف بفرمایید به عنوان یک شیعه دوستدار اهل بیت و دنبال پویای حق و حقیقت همین سوال رو از طرف خودتون از محضر حضرت آیت الله مکارم شیرازی یا حضرت آیت الله جعفر سبحانی با عنوان یک استفتاء بپرسید بدون ذکر نام ما اصلا. همین سوال رو که همچین سوالی مطرح شده حضرت آیت الله، پاسخ شما چیست؟ میتونید این لطف رو در حق ما بکنید تا این انتظار به سر آید؟ بله. حالا کمال لطف این است که بالاخره هر چیزی که کمالی دارد. اونی که در کمال لطف از من میشه، قبل از اینی که لطفم رو بگم امیدوارم که شما لطف بفرمایید اون چیزی که اول تا حالا شد این رو از وقت من حساب نکنید. نه شما هر چقدر که دوست داشته باشید تا جایی که وقت برنامه اجازه بده پاسخ در خدمت شما خواهیم بود، اما اگر شما درخواست ما رو هم به هر حال پاسخ بدید. بله الان خدمتتون میگم. بله. اگر چنانچه در قاموس این معنا که بین مقلد و مقلد، بین مرجع و مقلد او یعنی اصلا جایگاه مراجع در بین ما سوال میکنیم، ادب ما اینطوری جامونه که چیزی رو مونا تکلیف نکنیم. نه من عرض کردم خدمتتون که فقط به عنوان یک سوال، شما به عنوان یک سوال استفتاء که حق شماست، فکر نمی کنم هیچ اساءه ادبی باشه در محضر مراجع که شما یک استفتاء به عنوان یک سوال، همون که شما فرمودید من سوالهایی رو که ندونم ازشون میپرسم سوال بپرسید که به نظر شما تفاوت آنچه که مطرح شده، به هر حال سوال مشخص و واضح است، این تفاوت رو به شما بگن شما برای ما مطرح کنید. اگر چنانچه من این سوال رو کردم بعد جواب بدن که این مربوط به دین شما نمیشود که من چرا جواب شبکه مثلا وصال رو ندادم، به کجای دین تو؟ نه من نفرمودم که من عرض نکردم که شما بگید چرا پاسخ نمیدید. همین سوال رو که ما پرسیدیم که به نظر شما تفاوت دیدگاه امامان اهل بیت با محمد بن عبدالوهاب چی هست و کتابش، این سوال رو مطرح بکنید که به عنوان یک بیننده شیعه، فقط به عنوان یک مقلد شیعه. اینو که حالا شما مطرح کردید، پاسخ نمیدن، از طرف ما قبول ندارن. ما وهابی ها بدنامیم نزد بزرگواران، شما که خوشنام هستید مقلدشون هستید بپرسید شاید به شما پاسخ بدن. خب خوشنام بشید، کارتون کنیم خوشنام بشید. وقتی شما نمیخواید ما رو خوشنام بپذیرید ما چه کنیم؟ تقصیر ما چیست؟ چرا خوشنامتون خوشنام بشم و خوشنام اگر بخوایم از جناب آقای رضایی، اگر بخوایم که خود ببوید. جناب آقای رضایی حالا مشکان است که ببوید نه آن که عطار بگوید. به هر حال وقتی که عطار مشک رو نمیپذیره و تبلیغات سو میکنه مشکل از مشک نخواهد بود، شاید شامه عطار و یا خریداران عطار مشکل داشته باشه. اگر اجازه بدید این بحث‌ها رو، این مجاملات رو بگذاریم کنار و یک کمی به خاطر استفاده از بهتر از وقت، شما حاضر هستید این سوال از طرف ما بپرسید؟ اگه حاضر نیستید ما به هر حال شما مقصر نیستید، وقتی که حضرت آیت الله جواب نمیدن شما هم بعد ازش. بعد از اینکه این برنامه حضرت عالی من تماسم با شما قطع شد، در این خواستا در خودم تعمق میکنم و تفکر، اگر چنانچه دیدم برای خودم تکلیف کردم چشم این مسئله رو در خدمت شما هستم. اما اون که مولانا در اون چرایی که مولانا در لا اله الا الله و توحید فرمودن کدام و بخشش اشاراتی داشتن، همون جایی که در
کلمه توحید صحبت بله. میکردن، من یه 20 دقیقه قبل که در خصوص لا بفرمایید. اله الا الله من میگم که شما یه شرحی دارین برای معنا. حالا اون چه که در ما بین ما امامیه هست بله. من میگم معنا را شما نقدش کنید. شما- که ما میگیم که بله معنای لا اله الا الله رو معنای لا اله الا الله رو میفهمید؟ نه این که خدا کدام خدا از دیدگاه ما قرآن، ما میگیم قرآن هم همین چیز رو داره که میگه کدام خدا. یعنی مسیحی اینجا مراد میگه از خدا، یهودی میگه خدا. نه ما نگفتیم خدا، گفتیم الان میگم الله. کجای قرآن میگه، الان میگم کجا، الان میگم قرآن. ما گفتیم الله. خودم رو من میگم خود ما بله. امامیه ها ما میگیم که خدای متعال جل شأنه برای این که خدا اشتباه نشد و در دید مردم همونی که منظور حضرت رب العالمین است اون خدا به مردم شناخته شود، خدای عالم خودش رو به حجت خودش اضافه کرده است. و در قصه هارون و موسی اون وقتی که سحره اینها اون اعجاز حضرت موسی علیه السلام رو دیدند و ریختن به زمین و ایمان آوردن، هارون فرعون وقتی سوال کرد چرا این کارو کردین، گفتن ما ایمان آوردیم به خدای موسی، ایمان آوردیم به رب العالمین. گفت خب منم رب العالمین. گفتن نه ما به خدای موسی ایمان آوردیم. گفت خب منم رب موسی، من موسی رو پرورش دادم. عرض کردن ما به رب هارون ایمان آوردیم. رب هارون که مطرح شد دیگه فرعون تو دهنی خورد. و همین سنت الهیه است که در سنت در شریعت خاتم الانبیا رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از رب محمد رب علی، خدایی که علی ابن ابی طالب معرفه او. آیا رب محمد کافی نبود اینجا طبق استدلال خودتون آقای رضایی؟ آیا رب محمد کافی نبود که رب علی هم باید اضافه میشد اونجا؟ مگر کسی در زمان ما دو تا رب نیست، اما الان که ظاهر محمد و علی نیستن و حرف آنها در بستر جامعه مسلمانان هست. الان شما به چی میخواید برسید جناب آقای رضایی؟ چون وقت برنامه کم هست، در آن روزی که وقت ماشاءالله زیاد است، اینجا ما وقت زیادی نداریم، ما تا پایان برنامه کلا 15 دقیقه فرصت داریم و بحث هم هنوز ناتمام است. الان شما میخواید به چی برسید؟ خلاصه این موضوع به این که خدای عالم از دید ما، شما حالا نقدش کنید، که خدا را باید به حجت او اضافه کرد تا اشتباه نشه، تا رب مسیحی ها یه وقت در کنار این رب معرفی. یعنی میخواید بفهمید ما باید بگیم که آمنت به رب محمد و رب علی و رب حسن و رب حسین و بعد آخر خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو مأمورش کرده است که این خدا رو معرفی کند. ما باید از به این تعبیر اگه بی‌ادبی هم باشد فقط از عینک محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدا را ببینیم. خب ما که در این چیزا با شما تا اینجا فکر نمی‌کنم مخالفتی با شما داشته باشیم. خب مخالفتش این امیدوارم که توافق داشته باشیم، تفاهم داشته باشیم. خب همین که بس ما رو تو دهنی نزنید که وقتی ما میگیم اشهد ان علی حجت الله، یعنی حجتی که او الله رو معرفی میکند. خب الان در مکتب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تغذیه شده است، ربی را معرفی میکند که همان ربی است که محمد معرفی کرده است. چشم، صحبت‌های شما شنیده شد. انشاءالله حضرت مولانا درباره صحبت شما صحبت کنم میکنم. انشاءالله اگر فرصت شد منتقل میکنم. خیلی خیلی از شما صمیمانه تشکر میکنم. ممنون از شما. امیدوارم که شما حداقل ما رو به پاسخ برسانید. الله متعال یار و نگهدار شما. الله متعال یار و نگهدار شما آقای رضایی. متشکرم از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه امامان وهابی شیعه، بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. سلام بر شما، بفرمایید. ظاهرا ایشون به همراه ما نیستن. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه امامان وهابی شیعه، بفرمایید. الو سلام علیکم خدمت شما. سلام بر شما. خودتون رو معرفی میکنید؟ علی هستم از ایران. علی آقا از ایران. به نظر شما چرا مراجع بزرگوار پاسخ نامه ما را نمیدهند بعد از گذر 6 ماه؟ آیا شما اجازه بدید خداوند شما باید به ما جواب بدید. صداتون علی آقا. آیا شما از این خدایا می‌بینید؟ علی آقا
بفرمایید. علی آقا صداتون مفهوم نبود. من یک سوال پرسیدم شما پاسخ ندادید. بفرمایید. من یه سوال از شما داشتم به عنوان کارشناس. آیا که ایتر ربی فی صورت امراد آیا خدا رو کنید عزیز؟ من متوجه فرموده شما نشدم. اگر واضح‌تر بفرمایید. خدایی که چی؟ ببین شما خدای را معرفی میکنید که پیامبر که رای خود رای کردن که این وقت امراد شما میخواید ما این خدا رو بپرستیم مثل خب سوال شما دریافت شد و حضرت مولانا پاسخ خواهند داد. حالا اجازه میدید من هم سوالمو مطرح کنم؟ بفرمایید. چرا مراجعش یه پاسخ ما رو نمیدن 6 ماه گذشته؟ به نظر شما چرا؟ مراجع ما حقیقت دانشون بالاتر از این است که به شما پاسخ بدن و در طریقاتشون در کتاباشون جواب شما رو دادن و شما میتونید حضرت مولانا بیان یه مناظره با استاد ابوالقاسمی بذارن جواب هم بیاره به مشکل نداره. آیا حضرت مولانا حاضر استاد ابوالقاسمی مناظره کنن؟ یعنی ما یه سوال پرسیدیم، جواب سوال ما رو بدید. مشکل کجاست؟ این سوال چه مشکلی داره؟ ممنون از شما. ممنون علی آقا، ممنون از شما. سوالتون دریافت شد، ان شاء الله حضرت مولانا پاسخ خواهند. امر دیگری هم دارید؟ تماسشون قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه امامان وهابی شیعه بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. بیننده گرامی خودتون رو معرفی میکنید؟ خسته نباشید جناب استاد. بنده حمید هستم. حمید آقا، خوش آمدید آقا حمید. به نظر شما چرا پاسخ نمیدهند مراجع شیعه نامه ما رو که 6 ماه هست ارسال شده؟ والا این رو که انشالله خودشون بیان جواب بدن، ولی خواستم با استاد بگم این که فرمودن پیامبر سایه نداشت خلافش اومده و حتی در اسلام وب. آقای حمید آقا حداقل من دارم با شما صحبت میکنم، سوالی از شما پرسیدم، انقدر یعنی بی ارزش بودیم پیش شما که اصلا انگار نیستم پیش شما و مستقیم میرید سمت راست و چپ. والا من که وکیل و مدافع کسی نیستم که بخوام بگم چرا جواب دادن یا ندادن و میترسم تماسم هم قطع بشه، چون خیلی هم شارژ ندارم، به سوالم نرسم. ولی خواستم یه اجازه بدید لطف کنید فقط خدمت استاد بگم که این که گفتن که سایه ندارم پیامبر خلافش اومده، هم در کتب اهل سنت هم در سایت اسلام وب فتوای صادر شده که داره میگه پیامبر سایه نداشتن. حالا من نمیدونم چجوری که ایشون از کتب بی اطلاع هستن. از شما مثلا از مراجع اهل سنت یک آدرس بیارید، شما از مراجع اهل سنت یک آدرس بیارید از قرآن، از کتاب‌های حدیثی، روایت صحیح که این فرموده شما رو ثابت بکنه. بله شما همین سایت اسلام وب که فتوا صادر میکنه جناب حمید آقا، من میگم شما اینو بحث علمی. حمید آقا شما که رفتید سراغ سایت اسلام وب یا سایت هر سایت دیگری، مرجعش رو برای ما ذکر بکنید که گفته فلان کتاب فلان امام این گونه گفته و شما چیز دیگری میگید. بله در کتاب هم که اومده، ولی من یکی میخوام اجازه بدیم پیش بریم با هم دیگه. من یکی وقت برنامه محدود است، شما فقط یکیشو به عنوان معتبرترینش رو ذکر بکنید به عنوان مصدر. بفرمایید. بله به عنوان مصدر کردم. رقم فتوا از 50487. رقم فتوا رو برام نخونید، رقم حدیث رو بخونید، رقم روایت حدیثی رو بخونید. بله استناد کردم به احادیث مختلف، از جمله گفتن که از بخاری و مسلم هم اونجا اینجوری که من مطالعه کردم، چون من تازه رفتم سراغ چیزای. بخونید اما روایت بخاری رو بخونید. روایت بخاری رو بخونید. الو بله صدای شما در حال پخش شد. روایت بخاری رو بخونید. بله من عرض کردم من روایت بخاری رو ندیدم، اونجا چیزی که من دیدم نوشته که بله. حالا اینو من میخونم خدمتتون شما ان شاء الله. حمید آقا شما لطف کنید که روایت صحیح اگر در اختیار دارید برام بخونید، اگر ندارید من از حضور شما معذرت میخوام. بله من براتون روایت رو میخونم، شما لطف کنید همین رو سرچ کنید. روایت رو در کدام کتاب؟ شما اجازه بدید، خود هنوز من روایت رو نخونم شما میگید کدوم کتابه. شما من روایت رو بخونم تموم شد. شما بگید کدام کتاب؟ بگو کدوم کتابه. همین الان بگید کدوم کتابه. شما میتونید بپرسید آقا جان از الان بگید کدوم کتابه. آقای اجازه میدین؟ بخاری دارم میگم بخاریه.
شما بفرمایید فرمودید بفرمایید از بخاری بیار، من دارم برای شما از بخاری میرم. خواهش می‌کنم حالا اجازه بدید بخونم بفرمایید. روایت کتاب صحیح بخاری. حالا از اولش بخونم، از کجا شما دوست دارید بخونم؟ محل حدیث شماره شاهدتون. 5900 5000 حدیث شماره 5957 بله. کتاب صحیح بخاری. پیامبر میگه اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی بصری نورا و فی سمعی نورا و عن یمینی نورا و عن یساری نورا. همین رو شما سرچ بزنید بیارید، همین رو علمای اهل سنت اومدن دلیل گرفتن، شاهد گرفتن که پیامبر اصلا سایه نداشت. پیامبر میگن همه اعضا پیامبر نور بود و به همین دلیل اصلا میگن در ظل آفتاب، در ظل خورشید هم اصلا سایه حضرت نداشتن. ولی جناب آقای عبدالقدوس اصرار دادن که بگن پیامبر نور نداشته. همه میگن پیامبر سایه نداشت چون نور بود، ایشون میگن نه سایه داشت نور نداشت. آقا یک کی گفتن که نور؟ ببینید آقا حمید آقا کی فرمودن حضرت مولانا که پیامبر فرمودن که پیامبر فقط سایه نداشتن، چیز دیگری دیگه تعلیقات خودتونه، اینا دیگه پیازداغ خودتون بود که دارید به اصل موضوع اضافه میکنید. آقا جان معنیش همینه. صحبت شما دریافت شد حمید آقا، صحبت شما دریافت شد. چشم ان شاءالله حضرت مولانا در این باره صحبت خواهند کرد. ان شاءالله دریافت که شد، ان شاءالله جوابش رو هم ما دریافت بکنیم ان شاءالله. شما منتظر باشید، هنوز برنامه تمام نشده، منتظر باشید پاسخ خواهند داد. شما که سوال منو پاسخ ندادید، اما حضرت مولانا حتما سوال شما رو پاسخ خواهند داد، نترسید. مثل آیت الله مکارم شیرازی 6 ماه منتظر نخواهید موند. حمید آقا نیاز نیست 6 ماه منتظر بمانید، همین الان 6 دقیقه صبر کنید. در مورد آیت الله مکارم جواب بدم. ممنون از شما. در ابتدا مکارم جواب. ممنون از شما. وقتمون رو به اتمام است حمید آقا. من ابتدا پرسیدم جواب ندادید، دیگه الان هم ان شاءالله در تماس بعدی. تشکر میکنم از حمید آقا. احمد جون فرصت داریم یک تماس دیگه هم بگیریم یا به پاسخ سوال ها بپردازیم؟ آخرین تماس برنامه امروز رو هم میگیریم. سلام علیکم، برنامه امامان وهابی شیعه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. خسته باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ من علی هستم از کرج. علی آقا از کرج. خوش آمدید. قربان شما. من یه سوال داشتم از آقای مولانا. بفرمایید. البته من اینا قانونا از مراجع شیعه میپرسیدم. بله. ولی چون که آقای دهقان از دوستش دارم از آقای دهقان میپرسیدم. بفرمایید، در خدمتتون هستم. من درباره امامیه که از شیعه میپرسیم، میگم مثلا اون آیه‌ای که درباره رکوع زکات داد به اون اشاره میکنن. من یه سوال اومده، میگم اون گدایی که اومده اونجا اگر دیوانه بوده که وسط نماز میاد گدایی کنه، مثلا اگر عاقل بوده که عاقل نمیاد وسط نماز گدایی کنه، سرما هم خدا میبخشه خدا صدا میگیره. خواهش میکنم. واقعا من برای من سوال، مثلا یه آدم عاقل واقعا میاد وسط نماز گدایی کنه که حضرت علی انگشتشو بده، یا اگر دیوانه هم بوده که حرف دیوانه نمیشه استناد کرد؟ یه خود در مورد این حضرت مولانا در این مورد صحبت خواهند کرد. حضرت مولانا ممنون از شما، ممنون از تماس شما. ممنون از شما. اجازه بدید حضرت مولانا میان برای کوتاه میگیریم که ظاهرا دوربین بالای سر شما تصویرش خواهد شده، دوربین رو داشته باشیم بهتر خواهد بود. برمیگردیم ان شاءالله در پاسخ این سوالات در
عزیزان حضرت مولانا، سوالهایی که مطرح شد اولین تماسمون آقای رضایی بودن و لب صحبت این بود که چون موسی علیه السلام در معرفی الله متعال به فرعون اسم هارون رو هم ذکر کرد تا این شبهه ایجاد نشه که خود فرعون مراد هست، چون اونم ادعایی داشت که من تو رو تربیت کردم و رب تو هستم، ما هم باید ربی رو که علی معرفی میکنه برای ما میگه اشهد ان علی حجت الله تا مشخص بشه که خدایی که ما میپرستیم خدای علی هست و نمیدونم حالا تفاصیلش بیشتر اینجوری من برداشت کردم از صحبتش. عرض کنم خدمت شما و جناب آقای رضایی که اللهی که معبود علی هست با اللهی که معبود ابوبکر بود هیچ تفاوتی نداره. نیازی نیست که قید بکنیم که اللهی که علی معرفی کرده ما قبول داریم، نه اللهی که ابوبکر معرفی کرده. بله. این حرفی که آقای نعمت الله جزایری و آقای صدوق زدند یک حرف واقعا برگرفته از روی نمیدونم چه توصیفش بکنم، که میگویند که خدای ما با خدای اهل سنت و الجماعت تفاوت داره. خدای اهل سنت و الجماعت را که پیامبرش محمد باشه و اون محمد جانشینش ابوبکر باشه، ما چنین خدایی رو قبول نداریم. ما این حرف رو نمیزنیم. این حرف واقعا نه وجاهت عقلی داره و نه وجاهت علمی داره. واقعا یک حرفی است که یعنی هر چی توصیفش بکنی یعنی لایقش هست. من نمیخوام که حرفی رو که شایسته من و بینندگان نیست بزنم، اما اللهی رو ما میپرستیم که خود الله در قرآن معرفیش کرده، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربارشون معرفی کردن. قطعا الله را همان گونه که خود الله معرفی کرده و همان گونه که رسول الله معرفی کردن، حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلاف آن رو معرفی نکردن. سوال این است که آیا الله در قرآن کریم خودش رو معرفی کرده یا خیر؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول نبوت 23 سالشون الله رو معرفی کردند یا خیر؟ قطعا معرفی کردند. و کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه، کتاب التوحید الذی هو حق الله علی العبید، حقوقی را که شایسته الله متعال هست معرفی کرده. بعد از این که خدا را ما شناختیم، الله را شناختیم، چه حقی بر ما دارد، چه کارهای ویژه الله متعال هست که ما اونها را انجام بدیم، در این کتاب معرفی شده. در مورد صفات ذات الله متعال انشاءالله من به آقای رضایی و دیگر بینندگان مژده میدم، حتما انشاءالله اگر زنده ماندیم این برنامه تمام نمیشه مگر این که ما بازگردیم به قرآن کریم و صفات الله متعال را از لابلای قرآن، معرفی الله را از قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم ما بیان بکنیم. اهل سنت و الجماعت در این زمینه معیارشون دقیق ترین معیار هست، معیاری که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه و امام و شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه معرفی کردن، دقیقاً همان معیار ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت هست، هیچ گونه تفاوتی رو نداره. دقیقاً همان الهی هست که رسول الله معرفی کردن و خود الله در قرآن کریم معرفی کردن، ما به اون معتقد هستیم و هیچ تفاوتی رو اله و معبود اهل سنت با اله و معبود اهل بیت نداره. و این مباحثی که در واقع مطرح می شود دقیقاً در همین راستا هست که هم ذات الله را و صفات الله را، افعال الله را، عبودیت و الوهیت و ربوبیت الله متعال را ما معرفی بکنیم و هم حقوقی را که الله متعال به عنوان یک موحد برگردن ما معرفی کردن، ان شاء الله این حقوق رو برگردن ما گذاشتن، اینها رو کاملا ما معرفی میکنیم تا اینکه توحید حقیقی و ناب ان شاء الله برای تمام بینندگان واضح و آشکار باشه. ان شاء الله که آقای رضایی و دیگر بینندگانی که در باب اسماء و صفات زیاد اصرار دارن حتما صبر داشته باشید تا ان شاء الله موضوع مرتب ان شاء الله به این موضوع برسه. علی آقا هم شبیه همین سوال رو داشتن حضرت مولانا که چطور خدای شما رو برسیم که خدای شما این گونه است و آن گونه است. مگر شنیدند از ما که ما گفته باشیم الله متعال جسم هست؟ مگر شنیدند از ما که ما گفته باشیم الله ما شاب امرد هست؟ این حرفا فقط برای فریفتن افکار عمومی و اغوا کردن چند تا شیعه مقلدی هست که به اهل علم دسترسی نداشته باشند. اهل سنت و الجماعت و در رأسشون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب معتقد هستند که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله متعال هیچ گونه شباهتی با مخلوقات نداره و هیچ مخلوقی هیچ شباهتی با الله متعال نداره. این اصل و اساس ما هست. بله. وقتی که این اصل و اساس ما هست، از این مورد تنزیه بالاتر شما سراغ دارید؟
وقتی که ما میگیم الله متعال مثل هیچ بشری نیست و هیچ بشر و مخلوق مثل الله متعال نیست، باز هم باید تهمت تجسیم زده بشه، تهمت تشبیه زده بشه. این واقعا کمال بیخردی و فرار از واقعیت‌های علمی هست که این مسائل رو به صورت گسترده انشاءالله ما در باب اسما و صفات بحث خواهیم کرد. حمید آقا گفتن که شما درباره رسول صلی الله علیه و سلم گفتید که ایشون سایه نداشتن. بله، من گفتم که سایه داشتند. سایه داشت. شما رد کردید که کسانی که میگن رسول الله سایه نداشته ایشون سایه داشتن. و گفتن که از این روایت بخاری اهل سنت این گونه برداشت میکنن و تفاصیل دادن. سوال من از آقای حمید این بود که شما نمیدونم مقلد آقای مکارم شیرازی هستند یا مقلد هر کسی که هستند. سوال من این است که مجتهد شما، مرد شما نور دارند یا نور ندارند؟ قلبشون نورانی هست یا نورانی نیست؟ از چهرهشون نور میبارد یا نور نمیبارد؟ سواله، جواب بدن. حتما میگن میبارد. نور میبارد از چهرهشون. خب سایه دارند یا ندارند؟ کسی که قلب نورانی داره معنیش این است که یک نور افکن تو قلبش روشنه و از گوشتش زده بیرون. این با کدوم عقل و منطق این باید اینو توجیه بکنیم؟ خب همه میگن علما اهل نور دارن، هر کسی به اندازه طاعتی که داره چهرهش نورانی هست. سیماهم فی وجوههم. بله، چهرهش به دلنشین هست. میگن این نور ایمان هست. معنیش این نیست که دیگه گوشت و پوستش تبدیل شده به نور سراسری که یعنی نور از اون طرف میاد از این طرف میاد که سایه نداره، سایه نداشته باشه. جسم لطیف شیشه‌ای. یا اساسا نور وقتی که باشه اصلا قابل توصیف نیست. وقتی که نور باشه، نور شما چگونه توصیف میکنید که قدش این اندازه بود، چشمش این اندازه بود، ریشش این مقدار بود و نمیدونم رنگش این گونه بود؟ خب برای نور که اینها این صفاتی که میگن شیعه و سنی برای رسول الله ذکر کردن، اینها ویژه یک انسان در واقع بشر هست، نه اینکه نور باشه. فرشتگان از نور هستند. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما انسانها به صورت کلی همشون پیامبر و غیر پیامبر از خاک آفریده شدند. مثل بقیه انسان ها از پدر و مادر متولد شدن، جسم دارند و از همین پوست و در واقع گوشت هستند. این که میگند که نوری که در قلب هست نور ایمان هست، نور صداقت هست، نور یقین هست. نوری که در چهره هست نور عبادت هست. نوری که در دست و در زبان و در بقیه اعضا هست نور اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم و انجام دادن دستورات الله متعال است. معنیش این نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک چراغ مهتابی می درخشیدند. چرا میگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نور نبودند؟ نه اینکه نور نداشتند، چهرهشون چهره نورانی بود. معنی این نیست که نور بود و بشر نبودند. ما در روایت متعددی داریم، هم شیعه دارند این روایت رو، هم اهل سنت دارند. به طور مثال در کتاب اهل سنت و الجماعت در صحیح مسلم هست روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که موارد زیادی در این زمینه وجود دارد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلة من الفراش، یک شبی دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم روی رخت خوابشون نیست، کنار خودشون دست زدن روی رخت خواب، دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. میگه فالتمسته، بلند شدم میگشتم دنبال رسول الله، یعنی با دست خودم توی خونه میگشتم ببینم رسول الله غلطیدند از رخت خواب جای دیگری رفتند و کجا هستند. میگه فوقعت یدی علی بطن قدمیه و هو فی المسجد، دستم خورد به پشت زیر پای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پای ایشون اینجوری نصب بود، عمودی بود و ایشون در حالت سجده بودند. سوال این است اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل نور می درخشیدن، این نور ظاهری که ما میبینیم، خب این چراغ باید خونه حضرت عایشه مگه چقدر بود؟ نیازی بود که ایشون برن بگردن دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب ایشون یک بشر بود، انسان بود مثل بقیه انسانها و صفات انسانی داشت، نور نبود. گرچه نور ایمان و نور یقین و نور نبوت چیزی دیگر هست، اونو نمیشه تشبیه کرد با نور آفتاب و نور ماهتاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم نورانی ترین انسان بودند، یعنی زیباترین انسان بودند. سیمای ایمان در وجود ایشان، علامت ایمان در سیمای ایشان و در چهره ایشان به بارزترین وجه بود. نور ایمان و نور فراست وجود داشت، اما به این نه معنی که ایشون نور بودن مانند نور خورشید و که در واقع سایه نداشته باشند. حمید آقا، من یک سوالم، یک پیشنهادم به شما دارم، شما لطف بفرمایید یک تماس بگیرید با آقای مکارم شیرازی حضرت آیت الله العظما که چرا 6 ماه هست جواب سوال ما رو نمیدند، و آیت الله جعفر سبحانی آیت الله العظما
و جناب آیت الله نجم الدین طبسی که شاید راحت تر باشون دست به دست بکنید ببینیدشون، خودتون جواب بدید. حداقل شما خیلی حماس داشتید برای بحث علمی. این بحث علمی و 6 ماه هست. این پاسخ شما در 6 دقیقه و اشاره کردن به روایت بخاری اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی عینی نورا منم دعا میکنم ان یمینی نورا و ان شمال نورا. این برداشت رو کردن که رسول الله نور بودن کلا انگار. این دعا رو ما هم میبینیم، این دعا رو ما هم انجام میدیم. خود مرضی ایشون هم این دعا رو میخونه، جز دعاهای مأثور از ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود این روایت دلیل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نور نبودند، وجودشون و ذاتشون آفریده شده از نور نبودند. من مثل اینه که خدای من دعا میکنه پروردگارا مرا از گوشت بگردان. خب گوشت هستید، نیاز نیست که من بگم که پروردگارا جسم رو از گوشت و استخوان تبدیل بکن به گوشت و استخوان. خب هست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و اگر نور بودند، وجود ایشان نور بوده و ماده اصلی خلقت ایشان نور بوده، این دو اصلا بی‌معنیت و بی‌خاصیت میشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این نور ایمان و نور اتباع و نور یقین هست، نه نور ماهتاب و آفتاب. کسی که خودش در ظلمت هست چطور درک بکنه این مسائل رو؟ و علی آقا از کلاش درباره آیه 55 سوره مائده که امامیه خیلی استناد میکنن که این آیه درباره، یعنی شاید به قول خودشون قوی ترین دلیلشون برای اثبات ولایت امامت است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. بله قوی ترین استدلالشون هست، اما متاسفانه هیچ روایتی که ثابت بکنه اون چیزی رو که پیرایه بستن به این آیه اونو ثابت نمیکنه و خود این بینندهمون با فطرت و طبیعت خودشون پی بردن که این هم در واقع دروغ هست. گذشته از این ما در برنامه حجت بی حجت به صورت مفصل اینو بررسی کردیم که این روایت از نظر سندی به هیچ عنوان صحیح نیست. در این زمینه ما روایتی رو نداریم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در نماز یک چیزی رو هدیه داده باشه، صدقه داشته باشه. اصلا ایشون اهل زکات نبودن، هیچ وقت ایشون زکات ندادن در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. مالشون به اون اندازه نمیرسید که زکاتی بر ایشون در واقع لازم بشه. در روایت اومده که حتی خانم ایشون لباس نداشتن، اگر واقعا اهل زکات بودن برای حضرت عایشه چادری می‌خریدن. و موارد دیگر که به صورت مفصل ما اینو بررسی کردیم، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، و تضادها و ابهامات و تناقضات بسیار زیادی در این روایت وجود داره. در روایت اومده که چادرشون رو دادن، عباشون رو دادن، در روایت اومده که انگشتری رو دادن، در یک روایتی که در نماز عصر بوده، در روایت دیگر در نماز ظهر بوده، در روایت دیگر نماز سنت و نفلی بوده، در یک روایتی خودشون در آوردن، در روایت دیگر دست از دراز کردن، اون طرف اومد در آورد و هزار یک ابهام دیگر. و اون فردم به قول این بینندمون که در وقت نماز که باشه مگر دیوانه باشه که بیا سراغ یک فردی که در نماز ایستاده و بگه سراغش که بیا به من نمیدونم زکاتی بده یا صدقه بده و ابهامات بسیار زیادی. اگر انسان واقعا با عقل خدادادی خودش یعنی بر بگرده نگاه بکنه به این استدلال ها، ولو این که علم شرعی نداشته باشه، ولو این که از قرآن و حدیث خبر نداشته باشه، قطعا به در واقع پوچ بودن این استدلال ها و دروغ و تزویر بودنشون پی خواهد برد. جاتون خیلی ممنونم. آیا بحثی باقی مونده؟ گرچه بحث باقی مونده و متأسفانه وقتم تمام شده. دوربینم خب فقط این روایت هایی که دوربین متأسفانه وصل نشد، روایت هایی رو که اشاره فرمودید، این روایت ها رو در کتاب شیعه هم دارید؟ دقیقاً این روایت در کتاب بهار الانوار که من در اینجا پیش خودم هست آوردم و همچنین کتاب آدرس ها رو اشاره مستدرک الوسائل و در کتاب وسائل الشیعه این روایت دقیقاً با همین الفاظ در کتاب اومده. روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه که یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، و همچنین در مستدرک حاکم هست، و همچنین کتاب در حدیث درباره حضرت موسی علیه السلام در بهار الانوار و در بقیه کتاب‌های شیعه این وجود داره. و عموما خود این باب فضیلت توحید در کتاب بهار الانوار و کتاب‌های دیگرشون یک بابی داره درباره فضل تحلیل و لا اله الا الله، و اکثر این روایتی رو که اهل سنت استدلال کردن در اون کتاب‌ها هم هست. خیلی ممنونم حضرتتون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر و سپاس دارم، و از عزیزانی که پشت خط ماندن و نتوانستیم که تماسشون و صدای گرمشون رو بشنویم پوزش می‌طلبم. و امیدوارم که آقای رضایی در تفکر با خود به این نتیجه برسن که کار خوبی خواهد بود اگر سوال ما رو از حضرات آیات اعظام بپرسید. گرچه احساس می‌کنم بعد از تفکر به این نتیجه برسید که اگر زنگ بزنید یا به شما بگن به قول خودتون به توشه، و یا اینکه بگن که احساس بکنید که اگر زنگ بزنید و پاسخ ندن باز ضرر بیشتر خواهد شد. همچنان 6 ماه گذشته است و 6 ماه هم بیشتر شد
و ما دست بردار نخواهیم بود. ما الان این کلیپی که نوشتیم 6 ماه گذشت تا 12 ماهش آماده کردیم، یعنی 12 ماه گذشت و ماه به ماه پخش خواهد شد، بعد سالگردش رو هم خواهیم گرفت و این برنامه تا روزی که ادامه داشته باشه در هر برنامه ما پاسخ این سوال رو طلب می‌کنیم و به صورت روزانه داره در کانال پخش میشه و یقین پیدا کردن همه که شما عددی نیستید و شما در اون حد نیستید و شما فلان. و جناب آقای رضایی صحبت جالبی مطرح کردن که اگر من تماس بگیرم میگن به تو چه، تو این کارا نیومده. وقتی که مقلدشون اینجوری بگن به ما که به طریق اولا خواهند گفت به تو چه. و تشکر از همه شما عزیزان. از الله متعال می‌خوایم که واقعا با ما توفیق اتباع حق و حقیقت رو بده و تعصب بیجا رو بگذاریم کنار، چون که روز قیامت الله متعال و حساب کتابش با هیچ کدوم از ما شوخی نخواهد داشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.